روز پنجشنبه پیروان کلیسای کاتولیک و پروتستان زادروز عیسی مسیح را تجلیل نمودند. در عبادت ایدانه واتیکان پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی پاپ فرانسیسک از پیروانش دعوت کرد که بهر برقراری صلح و ثبات دعا کنند. همسر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میشل اوباما زادروز مسیح را همراه با کودکان بیمار یکی از شفاخانه‌های واشنگتن جشن گرفت. در اردن بابای برفی و سانتا کلاوس به کودکان عائله‌های فراری عراقی تحفه آوردند. در شهر لوو اوکراین گروه‌های تشبسکار به کودکان از عائله‌های کمبیزاعت و فرزندان نظامیانی که در منطقه نزاع در شرق اوکراین ایفای وظیفه می‌کنند عید تشکیل کردند. در مکزیک تجلیل زادروز مسیح با عنعنه‌های محلی و طعم مکزیکی برپا شد. تجلیلی با شکوه کریسمس در شهر بیت لحم ساحل غربی که زادگاه عیسی مسیح به شمار می رود نیز دایر شد. همین گونه معرکه‌های عیدانه در تایوان، اندونزیا، کوبا و دیگر گوشه‌های عالم برپا شدند.